شوخی نکن ناموسن، بده بچه‌ها منتظرن. بچه چیه؟ بود تلقکی اینجا رفت کی نشسته بود؟ فرمانده پایگاه می‌بینم خفتت می‌کنی. بابا ول کن تو رو خدا، بده بچه‌ها منتظرن. برادریم به جان بابا به خدا که طرف نمیدونم عربی صحبت کردن اینا ول کرده گوی درد سر. الان بچه‌ها میخوان حساب ساقی بود دیگه، فکر کنم دیگه اون نشسته. خدا وکیلی خودت نداری؟ چجوری رئیس پایگاهی میگه امیر اینجاست بوده رفته؟ ساقی رفیقته رئیس پایگاه. صحبت کرده گفت عکسمو نگاه کن تو بابا با این کیه؟ امام بزرگ. خب به چرخ امام حسین در میاد. میگه مثلا این خواهر از این خانم من چیزی این نمیشه دیگه شوخی کرده وقتی من الک این دیگه از فکر کنم که نذار. الو سلام، آره زدم به کارتش، الان میگیرم. آره بنده خدا اینجا هستش. باشه خداحافظ. امیر آقا سلام. امیر آقا نشسته بود یا بابا شوخی نکن ناموسن، بده بچه‌ها منتظرن. بچه چیه؟ تلقکی نکن. نشسته بود یا کی نشسته بود؟ فرمانده پایگاه می‌بینم خفتت می‌کنی. بابا ول کن تو رو خدا، بده بچه‌ها منتظرن. برادریم به جان بابا به خدا بچه‌ها منتظرم، دادی بدیم اذیتمون کن. زدم به کارتت، چونو اذیت نکن. خب ببین چی زدی به خاطر ببین 750 تومن زدی. خب بگی به اسم کی؟ امیر جعفری. امیر جعفری که من اسمش بابا الان من زنگ زدم، این شماره شما نیست مگه؟ خدا وکیلی چجوری رئیس پایگاهی میگه امیر اینجاست بوده رفته؟ ساقی رفیقته رئیس پایگاه. صحبت کردم گفتم عیدتون مبارک فلان اون نیست. نه بابا گفتش تیشرت توسیتوره. فهمید که طرف نمیدونم عربی صحبت کردن اینا ول کرده گوی درد سر. الان بچه‌ها میگن حساب ساقی بود دیگه، فکر کنم دیگه اون نشسته. خدا وکیلی خودت نداری؟ نه جان نکنه این ما رو پیچون. ما زدیم به کارتش. همین در 5 دقیقه پیش نشسته بود اینجا. خدا وکیلی خودت نیستی؟ نه به جان خودم، به جان برادریم. چه تپه تو میاد بعد مازم باشم. نه خدا وکیل. ای بابا پول ما رو پیچون. اینجا قشنگ تسبیح گرفته بود. حاجی بود. آره گفتش الان تو آلچیق نشستم، تیشرت توس. نه آدرس شماره داد، شلوار مشکی ساعت. خدا وکیلی نذاشه بشه شما؟ نه به جان خدا وکیلی نمیتونی واسه ما ردیف کنیم این مسافر. نه خداییش من نمیدونی با کی داری جواب میدی. باور کن من واقعا فرمانده پایگاهی؟ به جان خدا وکیلی فرمانده پایگاهی؟ فرمانده که نه ولی چی میگی؟ همین نماز جمعه میاد به جان خدا وکیلی؟ جان خدا نمیتونی واسه ما ردیف کنی؟ نه بابا صبر کن. خود این چیز کرده آقا برو اونجا نگاه کن ببین خدا وکیلی فرمانده پایگاهی؟ فرمانده که نه، بعد نگاه کن عکسامو نگاه کن تو بابا با این کیه؟ امام بزرگ. خب به چرخ امام حسین در میاد. میگه مثلا این خواهر از این خانم من چیزی چه جوری پیشمندی؟ آره من 20 سال کارمند مدیر. خب 20 ساله اینجا یه نفر نمیشه تو مشروب بگیریم مثلا تولد یکی از بچه‌هاست. خدا وکیلی فرمانده ای؟ این باحاله اگه فرمانده باشه. خدا وکیلی مشکل نمیره. مشروب من چیز میرفتیم خدمت داده شکل ابوظبی و چیزی نه هست با کارمند شرکت نفت هستم. مدیر قسمت خدمت هستم. آره خیلی هستم برای خودم دور از جونه. آره بعد میرفتیم اونجا میشرفتیم داخل. من بزن برخص اینا دوست دارم ولی چیز میدادن یه بیل بود حاجی رو بگردی پیدا میکنی. من میرفتم کوکاکولا میخریدم من دیگه اس کنم چی میگن. نه دور از جونه بابا قشنگ آدرس شما رو داد، من که اونو نمیشناسم. گفتش اینجا نشستم تو آلچی. شمارهشو بگیر. شمارهشو دسترس نیست. الان دو بار زنگ زدم بهش. اگه میشه زنگ بهش بزن. یعنی چی در دسترس؟ خدا وکیلی خودت نیستی؟ آقا بلش کن پس. حاجی این ور رفت سر مشخص بود بابا. چه رنگی بود لباسش؟ یه تیشرت سفید و تیشرت سفید. آره تصویر گرفته بود داشت میچرد بود. گفتم آقا میتونم بشینم اینجا بودن این همون رد کن کنی آدرس شما رو داد. آره گفت بشین. بعد من شروع کردم به همشهری. من حوازی ام. خب به آره شما کجایی هستی؟ تهرانی. آره حوازی ام. خونگر بندرت کردی؟ آره همه ایرانی‌ها فرق نمی‌کنه. خونگر ولی حوازی والترن مشهورترن. تهرانی هم کار شده. اینا نبودن بین اینا نبوده. نه بریم یه دور بزنیم اینجا. می‌خوای کدوم دوستم؟ شما دو چرخه شما نیست مگه؟ چرا؟ من دو چرخه‌تو میبرم.
بریم میخواد ماشین چی من عاشقتم. فدات شم. من عاشقتم ناموسن. من عاشقتم. دوربین مخفی بود عشقم. رفیقم تو ماشین نمیگه. لازم خدا بگه. دهنتون زد. این هم بود تیشرت دیگه شوخی کردم مخفی. نه الک این یازه فکر که نزاری کنم. نه دوربین مخفی بودش. زمان گفته بود. فقط جان خودت نگاه کن. آجی هم قیافه رو چیز صورت میزن. رفتیم دکتر همینطور بیمارستان رفتیم دکتر چشم دشتی چشمون دستا برشیم رو نمیدونم دکتر خدا نیستم ما یه دیاری داریم فقط محاجات گرفتیم آدم ها رو من